زندگی مردم در کثیف‌ترین کشورهای دنیا، کشورهایی که کثیف‌ترین مردم و شهرها رو دارن. به نظرتون ایران ما هم میتونه توی این لیست باشه؟ کشورهایی هستن که زنان و مردانشون با کثیفی دست و پنجه نرم میکنند، اما عده‌ای حاضر نیستن که برای بهبودی اوضاع تلاش کنند. کشورهایی که مردم در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنند، اما قدمی به سمت بهتر شدن وضعیت برنمیدارند. اگر مایل هستی در مورد این کشورها بیشتر بدونی، با روزنامه دانستنی همراه شو. با کشور میانمار شروع می‌کنیم. این کشور در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته و به دلیل جنگل‌زدایی بی‌رویه، سوزاندن بازمانده‌های کشاورزی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی با رشد شدید آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنه. یانگون، بزرگترین شهر میانمار، اغلب کیفیت هوای بدی داره که میتونه مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنه. میانگین سالانه آلودگی هوا اغلب از حد ایمن بیشتر میشه. اینجا علاوه بر آلودگی هوا با آلودگی شدید آب هم مواجه هستند. تخلیه صنعتی به ویژه از صنایع نساجی و معدنی از عوامل اصلی آلودگی آبه. رودخونه‌های این کشور با مواد شیمیایی سمی آلوده هستند که میتونه منجر به مشکلات جدی سلامت برای مردمی بشه که به این منابع آبی نزدیکند. بخش انرژی این کشور به شدت به زغالسنگ وابسته است و به میزان قابل توجهی در آلودگی هوا هم نقش داره. علاوه بر این، شهرنشینی سریع میانمار از توسعه زیرساخت‌های مناسب مدیریت زباله پیشی گرفته و باعث تخلیه و سوزاندن زباله غیرقانونی به طور گسترده شده و اینها آلاینده‌های مضر رو وارد هوا و آب می‌کنند و مشکلات زیست محیطی کشور رو بیشتر می‌کنند. کشور بعدی نیجریه. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور آفریقاست و به دلیل نشت نفت، فعالیت‌های صنعتی و دفع نادرست زباله‌ها با چالش‌های آلودگی شدید مواجهه. منطقه دلتای نیجر که از متنوع‌ترین مناطق جهان تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفته. نشت مکرر نفت و شعله‌ور شدن گاز توسط شرکت‌های نفتی چند ملیتی باعث آلودگی آب، هوا و خاک شده. مشکلات شدید بهداشتی برای مردم محلی و ویران کردن محیط زیست یکی دیگر از مشکلات نیجریه هست. علاوه بر آلودگی نفتی، مناطق شهری اینجا مثل لاگوس و آبوجا به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای، وسایل نقلیه تخلیه صنعتی و سوزاندن زباله‌های جامد سطوح بالایی از آلودگی هوا رو دارند. ازدحام ترافیک و فعالیت‌های صنعتی این مشکل رو بیشتر می‌کنه. همه این مسائل منجر به بیماری‌های تنفسی و سایر مسائل بهداشتی در بین ساکنان اینجا میشه. آلودگی آب هم توی این کشور زیاده. رودخونه‌ها و دریاچه‌ها به زباله‌های صنعتی فاضلاب تصفیه نشده و روان آب‌های کشاورزی آلوده شدن. از طرفی فقدان زیرساخت مناسب مدیریت پسماند باعث انباشت زباله‌های جامد در محل‌های دفن زباله باعث میشه که آلاینده‌های مضر منتشر بشه و به گسترش بیماری‌ها کمک کنه. بیایم سری بزنیم به همسایه ایران، عراق. عراق کشوری با تاریخ و میراث فرهنگی غنی با چالش‌های آلودگی چشمگیر عمدتاً ناشی از استخراج نفت و درگیری‌های نظامی مواجه است. سوزاندن سوخت‌های فسیلی و فعالیت‌های صنعتی آلاینده‌های مضر رو در هوا منتشر می‌کنه که باعث مشکلات شدید کیفیت هوا میشه. شهرهایی مثل بغداد و بصره اغلب سطوح بالایی از ذرات معلق و سایر آلاینده‌های هوا رو تجربه می‌کنند که میتونه باعث مشکلات تنفسی و سایر مسائل بهداشتی بشه. صنعت نفت بخش عمده‌ای از اقتصاد عراق منبع مهمی برای آلودگی محیط زیسته. نشت نفت و شعله‌ور شدن گاز مقادیر زیادی هیدروکربن و مواد شیمیایی سمی رو در محیط عراق آزاد میکنه. آلودگی خاک و آب به نفت خام و محصولات جانبی اون خطرات جدی برای سلامت انسان و اکوسیستم عراق ایجاد کرده. باتلاق‌های بین‌النهرین که زمانی که از بزرگترین تالاب‌های جهان بود به شدت تحت تأثیر آلودگی آب و سوء مدیریت قرار گرفته. درگیری‌های نظامی هم به تخریب محیط زیست عراق کمک کرده. استفاده از تسهیلات سنگین بمباران و سایر فعالیت‌های نظامی مقادیر قابل توجه زباله خطرناک و مهمات منفجر نشده رو به جا گذاشته. این بقایای جنگ خاک و آب رو آلوده میکنه و خطرات بلند مدتی برای سلامت و ایمنی عمومی به همراه داره.
کشور بعدی مغولستان. اینجا سرزمینی پهناور با منابع طبیعی فراوان با آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدنی، جنگل‌زدایی و سوزاندن سوخت‌های فسیلی دست و پنجه نرم می‌کنه. شهرنشینی سریع این کشور باعث افزایش سطوح آلودگی شده که بر سلامت انسان و محیط زیستش اثر میذاره. اتفاقاتی مثل طوفان‌های گرد و غبار در صحرای گوبی هم شرایط سخت آب و هوای اینجا رو بیشتر میکنه. متاسفانه انسان‌ها دست به دست هم دادن تا زمین رو روز به روز آلوده‌تر کنند. آلودگی‌ها علاوه بر اینکه تأثیرات مخربی بر زندگی انسان‌ها داره، زندگی جانوران گیاهان رو هم به خطر میندازه. اگر شما هم موردی رو میدونید که باعث آلوده شدن زمین میشه، لطفاً توی کامنت ها بنویسین. دوست عزیزم، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودی. اگر به دانستنی های جالب و زندگی افراد مشهور علاقه داری، کانال رو سابسکرایب کن. با لایک و کامنت و شیر میتونی از ما حمایت کنی. برای آشنا شدن با روزنامه دانستنی پیشنهاد میکنم ویدیو روی تصویر رو تماشا کن.